سلام، کاظمی هستم. به گوشیتونم زنگ زدم اما خاموش بود. ببخشید دیگه، با عرض شرمندگی ما هرچی با مهدی آقا حساب کتابا رو بالا پایین کردیم نتونستیم سر موعد این قسطم در خدمتتون باشیم. یکی دو هفته دیگه دست و بالمون باز میشه. مهدی آقا گفتن، یعنی خواهش کردن یکم صبر کنیم. ضمناً اگه کاری بود من در خدمتم. شمارمو که داری. منتظر تماستون هستم. فعلا خداحافظ. رفت آمد شاگرداش کم بود، جشن تولد و رقاص بازیش هم اضافه شد. همه شو گرفتن. آقای زیایی از سردرد تا صبح نتونست بخوابه. چند بار خواستم برم تذکر بدم نذاشت. والله به خدا انگار کاروان سراست، یکی میاد یکی میره.
تو هم انقدر تو خونه نمون. بره من مشکلی نیست، هر چقدر بخوای برات خرید میکنم. لااقل به خاطر خریدم شده بیا برو بیرون یه هوایی به سرت بخوری. ماشاءالله جوونی، آمدی رفتی، چی که تو خونه همش نشستی درم رو خودت بستی؟ با اجازت من دارم میرم، کاری دستی زن میزنم. خدا حافظ. بچه دمتون گرم، خسته نباشید. مرسی، مثل همیشه عالی بود. ممنون، لطف داری. تو اوما نمیای؟ نه برید، من مسئله‌ام یه جا دیگه است. بریم دیگه. اما مزاحمتون نمیشم، راحت باشید. مزاحم شه بابا، کار بریم. داری؟ چی کار دارم من؟ بیا منتظرتم تو ماشینی بیا سری. خیلی خوب. من الان ازشم میام. اومدی یا؟ باشه. گمونم نیستم.
رفتم که گفتم قصه مهری عقب افتاده واسه خاطر همین دختره بود. از من نشینده بگیرین پوست مهدی آقا رو کنده به خدا. نمیدونم تو این 20 سالی که از خود عمر گرفته خونه باباشم از این غلطا میکرده. خانم عوض تور دور اروپا زده به سرش. دیروز دیدم مهدی آقا خیلی تو فکر، پرسیدم چشه، گفت این کجا و بیتا کجا. بیتا خانم شما نیازی به مهدی آقا و مهریه قسطی نداری. به خدا لبتر کنی خودم همه جوره در خدمتتم. مایشم یه آره دیگه ظاهر و باطن اینجوری نبین، توش مشکله. خیلی هم خوب. بیا این سویچه. باشه بشین دیگه، مگه بابا من نمیگم. خالت هم سلام بکنید. نه اصلا مثل تو نیست، اصلا پیتزا هم بخورم و دارم اینطوری خوش میکنم. بله قربون. برسو. این چیه؟ چی؟ این کادو دیگه. کی فرستاده؟ من چه میدونم. تو نمیدونی؟ نه. چه جالب شد. تولدت مبارک. ببخش که دیر شد. همسایه. بازم نفهمیدی؟ خیلی خوب. من دم در حس کردم که داشت باشه پنجره زاغسیامو چوب میزد. بیا بریم تو حرف بزنیم. نه چرا تو حرف بزنیم؟ اگه چیزی هست همینجا بگو، بذار خانم زاغی هم بشنوه. تو از کجا میدونی خانم؟ از اونجایی که خر نیستم. خیلی خوب، من تو احتمالاً الان پشت در واسه داره هر هر به من میخنده. خواهش می‌کنم. من دست به من نزن یا نیما. دست به من نزن. به خدا من اصلا تا حالا ندیدمش. مهتا صبر کن.
من پایینم. ای وای ببخشید، مثل اینکه زنگو اشتباه زدم. بله منم عزیزم. بیا بالا. نه دیگه تو بیا پایین. حواسم به ساز بود، ساعت فراموش کردم. بیا بالا تا حاضر شم. باشه بزن در. بفرمایید. کی بود؟ هیچ کی بریم. این چیه؟ چیز مهمی نیست، بریم. دارم میبینم اونجا یه چیزیه. برو خیلی خوب، کنار. چیزی نیست بابا، بیا برو بریم. کنار. مهتاب جان. آخه مهتاب خودم درستش میکنم. بیا بریم. غذا گذاشته بده خانم من اینا رو. زاغی. بده من اینا رو بذارم تو. عزیزم. مهتاب. یه لحظه صبر کن. خواهش میکنم ازت. صبر کن، کاری ندارم که کاری مهتاب ندارم. جان. بیا بریم. ولش کن اصلا، بیا بریم. مهتاب میخوای چیکار کنی؟ چی کار کردی؟ همونی که دیدی لازم بود. واقعا لازم بود؟ برو کنار. آره واقعا لازم بود. متاسفم. ازش دفاع نکنی یا کجا؟ برم یه چیزی بیارم اینا رو تمیز لازم کنم. نکرده، خودش میاد تمیز تو میکنه. برو تو ماشین بشین، من تمیز میکنم. ما یا الان با من میای یا میمونی اینا رو تمیز میکنی. چیه به قیافم نمیاد؟ همیشه که این شکلی نبودم که. کجا بودی که اون زمانه سر من دعوا شده بود. هر روز از خونه تا دبیرستان، از دبیرستان تا خونه دنبالم میکرد. این عکس اون موقع هست. عکس اون خدا بیامرزم پشت این عکسه. با قسمت نمیشه جنگید. نایش از سرکله این دختره پیدا شد. گل گرفته.
پلیس صدوده لطفا تشریف بیارین دم در. بله عرض کردم پلیس صدوده تشریف بیارین دم در. چیزی شده سرکار؟ تشریف بیارین معلوم میشه. بله بله الان میرسم خدمتتون. چرا در بستی؟ میخوام برم. بریم دم در پلیسا. وای نیما تو رو خدا چیکار کنم؟ من بیچاره شدم. بابا بفهمی ماشین ازم میگیره. یه کاری بکن. دیگه تو ببینم قضیه چیه. خیلی خوب باشه در باز کن. باز کن. پیشم نیست بابا. نیست. نه. وای چیکار کنم؟ برم بالا پشتم اون. درش قفله که ریشم دست پیشم است که اصلا از من خوشش نمیاد. احتمال همینم به پلیس خبر داده. یعنی کار این نیست. بابا برم اونجا. روت میشه. یعنی چه؟ عصبی بودم. خب عصبانیم کرده بود. بعدش هم معذرت خواهی رو واسه همین روزا گذاشتن. دیگه برو در بزن. من نمیری؟ ببین من میدونم تو از من دلخوری. اوکی باشه من اشتباه کردم. اوکی تو رو خدا الان بیخیال شو در باز کن. من اشتباه کردم باز کن درت. ببین من بیچاره نمیشم. دلت میاد تو رو خدا. بابا من غلط کردم. گاه خوردم. اصلا راضی شدی؟ چون نیما باز کن در رو. سلام بفرمایید. سلام وقت بخیر. یه شکایت تلفنی داشتیم گزارش شده یه خانم آقای جوونی تو این خونه هستن طبقه اول. طبقه اول خونه ماست. اون آقام پسرم. من مادرشم. میبینین که اصلا هم جوون نیستم. حالا تو گزارشتون چی گفتن؟ ایجاد مزاحمت برای همسایه‌ها. ظاهرا سر صدای خونتون خیلی زیاد بوده. پسرم ساز میزنه. دلم گرفته بود ازش خواستم بزنم. حواسمون به ساعت نبود. چشم رعایت میکنیم. بسیار خوب. لطفاً دیگه تکرار نشه. با اجازهتون. به سلامت.